کتاب 33 استراتژی جنگ. استراتژی 20. آنها را به موضع ضعف بکشانید. استراتژی میوه رسیده. مهم نیست چقدر قوی هستید. نبرد بی پایان با دیگران طاقت فرسا، پرهزینه و خسته کننده است. استراتژیست های خردمند عموماً هنر مانور را بر هر چیزی ترجیح می دهند. حتی پیش از شروع جنگ راههایی می‌یابند تا بتوانند دشمنان را در موضع ضعف قرار دهند. زیرا در این صورت پیروزی آنها سریع و آسان می شود. دامهای جذاب برای دشمنانتان پهن کنید، اما در واقع آنها را به تله و دره‌های تاریک بکشانید. اگر موضع دشمن قوی است، او را درگیر تلاش‌های بیهوده کنید تا دست از این موضع خود بردارد. دشمن را سر دوراهی بگذارید، مانورهایی ابداع کنید تا او گزینه‌هایی برای واکنش داشته باشد و تمام گزینه‌ها هم بد باشد. مسیر آنها را پر از هرج و مرج و بی‌نظمی کنید. دشمنان سردرگم، ناامید و عصبانی مانند میوه‌های رسیده روی شاخه هستند. کوچکترین نسیمی آنها را از شاخه جدا می‌کند و به زمین می‌اندازد.